سلام برادران خواهران، سری میخوام بگم آقای پویان مختاری هرزی به نام وطن زده که شما مطلع هستید، بیشترتون با آگاه شدید از این کلک بازی ها و دزدی اینها که همشون با هم یکی هستن. و جریان از کجا شروع شد؟ آقای احسان مادرش پوت میکنه و پویان تسلیت بهش میگه، بعد احسان میگه میتونه یک لباس لوری بختیاری برام بفرستی؟ بعد میگه آره چرا که از خداشم بوده. پویان براش میفرسته، بعد خدا خیرتون بده دیگه میفرسته. بعد احسان عکس میگیره، میگه بهترین عکسم بوده و مثلا قشنگ افتاده، لباس قشنگ بود و فلان و فلان. بعد اینم سوء استفاده میکنه، این عرض میزنه و جیباتونو میخواد خالی کنه. 50% ملت جیباشو خالی شده، شما 50% دیگه موندید که اونایی که مطلع نیستن و هستن کارد به استخونشون رسیدن دیگه میخواد ریسک کنن. دیگه حواستون باشه جیباتونو میخوان خالی کنن. و آقای پویان مختاری گفته بود من میخوام یه جزیره بگیرم و پول اون کشور رو برای خودم بسازم، یعنی یک کشوری داشته باشم. داره پول جمع میکنه، تیغ میزنه، پولش لازم داره. حواستون باشه. از من گفتم بود. لایک، کامنت، فالو یادتون نره و نظراتتون این زیر بگید. من گفتنی رو گفتم.